دوباره پلک دلم میپرد نشانه چیست؟ شنیدم که میآید کسی به مهمانی. سلام، تهمینه هستم. با یه برنامه دیگه از شهروند خاص مهمون قلب‌های مهربونتون هستیم. مهمان امروز ما خیلی خاصن، چون یه هدیه خیلی خاص برای برنامه ما آوردن. بریم ببینیم این هنرمند جوان کیه. هر روزمون یه جشن با شهروند خاص، خاطره هامون زنده میشه با مهمان خاص. شهروند خاص، شهروند خاص. سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان. به یک برنامه دیگه از شهروند خاص خیلی خوش آمدید. یک مهمان فوق‌العاده داریم که الان ازشون میخوام خودشون رو برای ما به دقت معرفی کنن، چون یکم فامیلشون سخته. خیلی خوش آمدید استاد، بزرگواری کردید. لطفا خودتون رو کامل برای ما معرفی بفرمایید. بنده محمد حسن تورهی هستم. سن سالم نیازه. اگر تمایل دارید خوشحال میشم. من 1/1/44 متولد شدم. بسیار عالی، بسیار عالی. یعنی سال 43 و 44. بسیار عالی. بین دو تا سال. یک رو مونده بود به سال تحویل. خیلی هم عالی. چه تایم خوب و مناسبی. خیر مقدم عرض میکنیم ورودتون رو به دنیا. زنده باشید استاد. پس شما میفرمایید ما چجوری شما رو صدا بکنیم؟ والا تو خانواده که تورهی هستم. بله. منتها ما به دلیلی که اسم خیلی سخت بود من خودم رو تریحی معرفی میکردم. بله. هم به اصطلاح اون بحث انگلیسی نوشتنش خیلی راحت تر بود. بله. و بیانش برای طرف مخاطب خیلی راحت تر بود. درسته. به این خاطر تریحی معرفی میکردم. ولی خب ذاتاً ما تورهی هستیم. بسیار خوش آمدید. چرا وارد حوزه آموزش شدید استاد؟ برای آموزش خب یه سری بحثه که پیش میاد. بله. یعنی هر انسانی برای خودش یک اتفاقی براش به حساب ساطع میشه، یه حقایقی گفته میشه، یکی جذب میکنه اون حقیقت رو و یه جای خلاصه میبینیم دیگه، این بحث رو یه جایی میبینیم. حالا تو ذهنیات دوران کودکی مثلا شما حساب بکنید که ما یک کودک اون شعور کامل یک فرد بزرگ رو نداره، یک انسانی که بالغه نداره و میتونه این هیجانات اونجا شکوفاتر بشه. درسته. یعنی ما که کودکیم یقینا میتونیم به حساب این شعور هیجان هر چیزی، حالا چه تو عرصه موسیقی چه نقاشی چه، که من متاسفانه یا خوشبختانه اینا رو یه جا داشتم. خیلی یعنی فقط دیدگام به موسیقی نبوده. اینی که این سوال الان یه ذره من رو دستورموزی شده که فقط به موسیقی پاسخ بدم. درست. نه شما هر چی که دوست دارید میتونید پاسخ بدید. آره کلا همه هنرها رو سعی کردم کار کردم. بسیار عالی. و بدون معلم. خیلی هم عالی. این نشان دهنده اینه که شما واقعا هم استعداد دارید و هم همونطور که خودتون فرمودید ظاهرا تخیلات دوران کودکی خیلی کمک کرده به شما که توی این حوزه فعالیت بکنید. یه چیزی که جسارت میکنم، خانواده بسیار مهمه. بله بله. یعنی اگر ما خانواده‌ای داریم که اگر الان میخواد موسیقی هست رشته‌ای رو کار کنه، مثلا مد نظر اولیا اینه که بچهش حتما دکترای ریاضی یا لیسانس ریاضیست بگیره. خب اون بچه آسیب میبینه، میگه من چون کودکه اون شور هیجان رو داره میخواد بره تو اون عرصه قرار بگیره، خانواده اجازه نمیده. درسته. درسته. بله حتما میتونه مسیر اون بچه رو تغییر بده. ولی خانواده ما اینجوری نبود خوشبختانه. یعنی کسی گیری نداشتیم که بیاد بگه که آقا شما مثلا این کار نباید انجام بدی یا مثلا درستو بخون یا فلان کارو بکن. آزاد بودم حتی تو کار صنعت چوب و به حساب رنگ روغن و نقاشی و هر چیزی از رنگ ساختمان، هر چیزی، هر صنعتی که بوده، از به حساب مهندسی و گچ و سیمان و کاشیکاری، یعنی هر چیزی که بوده من نگاه میکردم. یعنی فردی بودم که خیره میشدم و کسی هم جلوی این بحث رو نمیگرفت. این یکی از شانسایی بود که آوردم. یعنی من نمیتونم بگم که من یک استعداد به شخصه دارم که این اتفاق برای من شکوفا شده. یقین اگر یک خانواده، هر کدام از اعضای خانواده اگر میخواد جلوی این قضیه رو بگیره،
یقین ما مشکل پیدا میکردیم. درسته. و این آزادی برای من بوده. مدام تو مثلا زیر زمین تو کار صنعت بودم یا نقاشی میکشیدم که چون مدرس نقاشی هم هستم و درس میدم. بسیار عالی. آره و این اتفاق خب خوشبختانه از هر طرف به اصطلاح اینجوری بخوایم بگیم خورده عامیانه صحبت کنیم تاس ما جفشیش بوده. خیلی هم عالی. همیشه طبق جفشیش. فرمایش شما اگه درست متوجه شده باشم فرمودید که اولین گزینه اینه که شما خوب ببینید اطرافتون رو و چیزهایی که براتون جلب توجه میکنه رو به خاطر بسپارید. درسته؟ درست. و گزینه بعد این که به استعدادها باید توجه کرد 100%. و اینکه بچه‌ها تحت فشار نباشن. خیلی عالی. این واقعا یکی از اصول اساسی مشاوره و روانشناسی هست. همه شما رو به عنوان کسی میشناسن که یک اتاق کوچک داره و داره استاد پرورش میده. بزرگوار. از سبکتون برای این نوع آموزش برای ما میفرمایید؟ ببینید من خودم درس آکادمیک نخوندم. درسته. اصلا نخوندم. یعنی فکر بکنید که دانشگاهی طی کردم به هیچ عنوان. ولی چون جسور بودم خیلی و من ظرف کمتر از 14 روز تو یک مسافرتی بودم تو تهران 3 تا برج معروف ستارخان که معروفه، من توی طبقه 7 مهمان بودم و دوستان ما اونجا نبودن. من یه روزی بود که تنها تو اون خونه مجبور بودم باشم و اون دوست ما خودش بحث موسیقی داشتن که الان انگلستانن. کتابایی بود و وضعیتی بود و موسیقی بود و سازی بود و من شروع کردم تا 14 روز اونجا بودم. این چه سالی بودش؟ خیلی وقت پیش. یعنی شما هنوز به شکل رسمی شروع نکرده بودید؟ چرا تو دایره خانوادگی فامیل ها تدریس داشتیم. درست. خب بر اساس همون شور هیجانات و کودکی. یعنی شما حساب بکنید یه کودک میخواد الان به یکی درس بده. یه نوجوان چقدر بلده، چقدر میتونه. یقینا اون داده‌هایی که داره میخواد مثلا فکر بکنید زیر سوال نره، داخل پرانتز نره، یقینا یک به حساب دوران یه مشکلی رو خودش داره و سعی میکنه که با اون طرف مقابلش رفیق بشه، حالا با اون دادن اون ملودی یا هر چیزی که تو چی دوست داری اونو بهت بدم و ببیننش. آره و ببیننش. این فضا حالا یا اتوماتیک یا شاید ما نزدیک به اون فضا بودیم، این رشد کرد و تشویقا صورت گرفت، لبخندا صورت گرفت و جامعه لبخند خودشو زد، تعداد زیاد شد و ما نگفتیم کسی ما رو استاد صدا کنه اصلا به هیچ عنوان، اما ما تو این شرایط قرار گرفتیم. من چون کلمه شاگرد و مثلا فکر بکنید استاد شاگردی رو زیاد قبول ندارم، چون از هر کسی بالاتر یه چیز دیگری هست. دقت میکنه که اگر میخواست این تموم میشد در هر صنفی که کره زمین دیگه دست و موز میکشیده و وای میستاد. تواضع شما رو نشون نه این واقعیتی که عرض کردم. خواهش میکنم. و اینی که خب مخاطبین خیلی حالا شاید انشای ما اون موقع یه جوری بود که مردمی تر بود، این سوق پیدا کرد، مسیر خیلی طولانی کش پیدا کرد و رسیدیم تا به اینجا که الان در خدمت شما هستیم. این یک بخش عظیمی بود و شاید حالا ما یه خورده خودم شاید مردمی تر برخورد کردم، یه خورده پاپتر بودم از لحاظ برخورد اجتماعی، یعنی اون بحث کلاسیک رو مثلا گذاشتیم کنار، یه خورده میگم خیلی عمومی تر، بیشتر قاطی مردم. آره بیشتر قاطی مردم بود و مردم رو دوست داریم. تمام مقامات با مردم اندازه‌گیری میشن. یعنی کسی که میخواد رئیس جمهور بشه بایستی مردم عادی حتی مهر بزنن اون رئیس جمهور بشه. و این خیلی مهم بود، که اصلی بود برای من که ما با مردم سر و کار داریم. اصلا هنرمند مردمی و الانم احساس میکنم که مؤسسه شما هم همینو میطلبه و میخواد که با مردم باید راه بره و غیر از این ما نداره، چون مشتری ما مردمان هست. دقیقاً همینطوره. آره و در خاطر مردم خواهید بود. این تا اینجا ما رو کشوند و من تا 14 روز شاید همون زیر 15 روز موسیقی رو از صفر تا شاید تا کم کم فوق لیسانس خوندم تو همون خونه. آره. توانمندی شما رو نشون کتابا رو ریختم جلو، گفتم مثلا راجع به یک موضوعی که های مختار پایان یا کمال پورتراب یا پرویز منصوری هر کدام از این اساتید میگن، مثلا تو با گام شناسی اون چی میگن چی میگن 6 تاشون خیلی عمومی و خیلی راحت و منم عمومی ام
با من مچه. خب گفتم پس این 6 به 4 الان میارزه. درسته. خب از اون 6 تا که یک انشا بود، یک تعریف بود، ناخودآگاه ما تو اون مسیر قرار میگیریم و اون حس مردمی هم که داشتیم جذب شد. و بعد جالب اینه که اینو نمیگم حالا جالب، به هیچ عنوان تراکت پخش نکردم تو زندگیم. شاید تو کل سوالاتتون هم این باشه، ولی خب بهتر که شما سوال کنید. حتما نخواهش میکنم. هیچ گونه تراکتی نداشتم. درست. مردم خودشون جذب میشن دیگه. ولی این چنین شده تا به الان خدا شاهده من هیچ تراکتی یا بیایم به جبر، یعنی اولین باری که ما در جلوی دوربین قرار میگیریم، زبان ما افتخار به ما دادید استاد. بزرگواری، اختیار دارید، افتخار نصیب ما شده. این همه هیجانات، این همه زحمتایی که دوستان میکشن، زبان ما دستامونه، انگشتامونه. این اولین باره که ما جلوی دوربین داریم. بسیار بزرگواری. خواهش میکنم. یه خاطره جالب میخوام برامون تعریف کنید با این همه تجربیات زیبا. الان خاطرات بد جالبتر شده تا حالا هر چی که شما تمایل دارید، ولی ترجیح ما اینه که اون بدا رو بریزید. بله در زمینه کاریتون. اگر حضور ذهن داشته باشم، خوش باشه انشالله که خوشه. والا خوش همش بد دارم. خب حالا یکی که خیلی بد نیست رو میخواید برای ما تعریف کنید که خاطر خودتون هم در کنار هنرجوام هستم. این بهترین خاطرات زندگی منه. و شما یادی از اتاق کوچک بردید. بله. اون اتاق کوچک حتی برای هنرجوهای ما به همین شکله که بسیار خاطرات بزرگی داره. درست. من همین امروز خدا شاهده رفته بودم به حساب یه هیتری روشن کنم که اتاق گرم کنم. بعد اتاق خب مثلا این دیوار الان حساب خراب شده که الان هست، اینجا تخریبه یا اون برش مثلا خیلی رطوبتیه، یه اتاق خیلی کوچیکه. خب اومدم اون هیتر رو روشن کنم، گفتم آیا برای هنرجوهای ما بعد از اینکه ما نیستیم این اتاق رو یاد میکنن؟ آره بزرگواری. خب این دیگه طبیعیه، ما هر کدامون یک مطمئنا کاری که شما انجام دادید ماندگار خواهد بود سالهای سال. بزرگواری. اینی که خب ما این یه ورزشی هم هست که دست به دست میزنن، صد بد میره بعد میگی دستشو میزنه. سعی میکنیم اینو به هنرجوهامون بیاموزیم که شما وظیفه داری، اون تئوریایی که داری و اون خاطراتی که جمع کردی به بعدی حتما اینو انعکاس بدید. درسته. چون اینا همه پرونده اون بحث اخلاقی میشه که برای یک هنرجوی نوآموز خصوصا بسیار مفید و مثمر ثمره. بسیار مفید. یک هنرجوی خصوصا میان سال یا حالا خیلی کودک یا نوجوان دارای هر کدام از هیجانات خاصی که دارن، اون هیجانات خاص ممکنه طرف رو به سمت‌های مختلف بکشونه. بله دقیقاً خب خصوصا در کودکان و نوجوانان چون شعور هنوز کامل نیست، ما باید خیلی سعی کنیم که با همین خاطرات که شما الان دنبالش هستید به اینا بدیم و این خاطرات باعث میشه که اینا ریشهشون قرص‌تر، محبتشون بیشتر میشه. و موسیقی رو اگر میخوام به صورت اکتیو و اکشن بهش نگاه کنن که این صنعت بسیار ظریف، حتی باید اون چمدان محبت بغلش باشه. نظرم اینه. بسیار نظر درستی دارید. توی صحبتاتون فرمودید که در حوزه‌های مختلف هنری دستی دارید و این برای من جالبه که بدونم چرا استاد موسیقی رو انتخاب کردن به عنوان کار خاص خودش. این همه کار هنری که همه رو بلدید. خب من همه رو دارم درس میدم و موسیقی خاص داره. خب چون افراد شما الان انتخاب کردید. بله. ما در جای دیگه انتخابات دیگری هم داریم. بله یعنی در صنعت بله. من یک رو از زندگیم اگر 1 ساعت رو در نظر بگیریم موسیقی، 3 روبش صنعت. بسیار هم عالی. چه صنعتی استاد؟ چه صنعتی دوست دارید؟ اون حوزه‌ای که به نظر خودتون مهم‌تره همون رو بفرمایید. من همه کارهای صنعتی رو انجام دادم. برای من همیشه شیشه‌گری خیلی جالب بود و میدونستم که یه کوره میخواد، خیلی سخته و شیشه‌گری که من شیشه جلوی ماشینمو قالب گرفتم ساختم. باریکلا. لباس عروس خانم رو من دوختم. آفرین. کارهای متفاوت هم ظریف هم شدید. قالب سازی نمیدونم
خب چون تو مبحث رنگ که هستیم دیگه، خب تو رنگ ما ترکیب خیلی رنگ و مانور درست داریم درست دیگه، عالیه، میلیارد نامحدود رنگه و ما اونا تشخیص میدیم. خیلی عالیه استاد. اینی که من نمیتونم الان زوم کنم بگم فقط این 1 ربع از زندگی من از 1 موسیقی ساعت موسیقی، 3 ربعش صنعت. بسیار عالی استاد. چه کسانی رو استاد خودتون میدونید؟ من استاد نداشتم. چه کسی بیشتر تأثیر گذاشته فکر میکنید؟ تو چه زمینه؟ در همین زمینه موسیقی، چه سبکی از موسیقی؟ همین سبکی که خودتون دارید کار میکنید. ببینید در بخش موسیقی و ویولون نوازی با کیبورد، بله. جسارتا اینو بگم خشم. که جز اولین نفرایی بودم که تو تهران و ایران بودم و هنوز اون موقع کسی کیبورد رو نمیشناخت و آقای پرویزی یحیی، مرحوم پرویزی یحیی، اونم سماعی. خدا رحمتشون کنه. استاد شما بودن. نه بسیار عالی. فقط سماعی باریکلا. از طریق کاست. بله بله. بله. خیلی عالی. شما تو حوزه آموزش و حوزه‌های دیگه مشغول هستید همونطور که بله. خودتون گفتید. حوزه‌های دیگه‌ای که در همین زمینه در واقع هنری هست و شما مشغول هستین شامل چه حوزه‌هایی میشه؟ برای ما می‌فرمایید. من اون صنف رو بگم، اون صنعت بله رو بله بگم. بله صنعتی که من شما توی دارید. صنعت چوبه. چوب. بله. بله. کل ساختار دکوراسیون یک خونه، خیلی هم کل عالی. ساختار، خیلی هم عالی. از یعنی همه چیز، از کاشی و گچبری و مبلمان و کابینت و هر چیزی، هر صنعت چیز. ساختمان. و اون وقت منو میگیره که 45 دقیقه است دیگه، درسته. از 1 ساعت بله 45 بله. دقیقه. یک ربع موسیقی و بقیه صنعت. و بسیار هم عالی. اگر بخواید آهنگ بسازید توی چه سبکی خواهد بود آهنگ شما؟ من آهنگای زیادی رو ساختم و مگر که آهنگ پاپ باشه، سفارش باشه که توش ترجیح بند باشه، مجبوریم به کلمه رو مثلا چند بار دور بزنیم که من خودم این دور زدن رو دوست ندارم. درسته. ما تو مسیر زندگیمون یه سر به دنیا اومدیم و داریم میریم. بله. اینجوری مثال بزنم و تو این مسیر خیلی چیزا رو میبینیم. تو ملودی هم دقیقا باید همین باشه. یعنی اگر قراره که من 5 دقیقه بعد دوباره همون رفتار 3 دقیقه قبل یا 2 دقیقه قبل داشته باشم، این برای مخاطب جالب نیست. آره جالب نیست. دقیقاً. مخاطب حرفه‌ای. دقیقاً. آره، ولی مخاطب عام که پاپیولار مردمی، این مخاطب این رو میخواد که ترجیباً داشته باشیم و بتونیم 2 تا 4 تاش کنیم که اون لذت ببره و مردم ما نمیخوام بگم متاسفانه و این اتفاق الان خیلی زیاد شده و موسیقی که چون دور میزنه مثل پخش یک فیلم هندی میمونه، برایش مشخص میشه که ته قضیه به کجاست دیگه. و ما از همینجا میتونیم با همین سوال حرفی شما کلی اساتیدهای موسیقیمون رو بشناسیم، نه که زیر سوال ببریم، فقط بشناسیم اینا. درسته. که چه کسانی از لحظه که ما تو تلویزیون، چه تو رادیو، هر جایی که رسانه ها ما دیدیم، میبینیم که این اتفاق افتاده و طرف فقط این کار است. حالا من اگر اسم ببرم تعریف بدی نکردم و این ممکنه برای بعضی بگه آقا در مثلا اون شخص رو زیر سوال میگه، اون اشخاص رو زیر سوال میبره. آهنگسازی بند کشور به کشور بوده. مثلا فکر بکنیم تو تخیل خودم گفتم که جنگی داریم تو ترکا با امریکایی ها، مثلا فکر بکنیم شرق و غرب، اینا تو موسیقی دوتا کنار هم چطور میتونن قرار بگیرن؟ خب این خیلی پیچیده است. یه ذره اجازه دارم خودبینی کنم؟ خواهش میکنم، اختیار دارید شما که خیلی متواضع هستید. خواهش میکنم. اختیار دارید. این بحثی که توی موسیقی ما داریم متاسفانه جایی یعنی اتفاق نیفتاده اصلا. یعنی ما همیشه داریم مثلا استاد شجریان رو که به شیوه سنتی میخونن، راگامای بلوز و نمیدونم جاز و فلان، اینا که اصلا ندارم و ما هم نمیخوایم ازش به عنوان یک مخاطب. و اساتید دیگری چه ویولون آقای پرویزی یحیی که اسمشون رو بردیم، هرگز ازشون نمیخوایم که بیاد با ویولون برامون این چنین یا آن چنان بزنن. موسیقی پاپ هم که تفکیک شده است، تکلیف شده است. همه موسیقی ها برای خودش یک تکلیف و تربیت خاصی و انتخاب ها صورت گرفته. درست. و موسیقی که متاسفانه بنده انجام دادم آهنگسازی رو که تو آرشیو منم هست، جنگ شوروی با امریکا، داور و مجارستان قبول کردم
که چون یک پلی باشه بین این سبک بله از راهگاهی که داره و اون سبک، که این چطور میتونه اینا رو دوتر با هم مرتبط کنه. درست. آره و این خیلی مهم بود. و حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه تمام آهنگسازی هم به غیر از سفارشی ها به این شکل بوده. و بسیار اینی که من نمیتونم و الان پاسخ سوال تو که نمیتونم خواهش الان بگم که حتما این سبک رو دوست دارم. درسته. توی کار موسیقی من سنتی، کلاسیک، پاپ، جاز، فوک، همه چی هست، رومانس، لایت میوزیک، همه چی هست. من الان بسیار هر عالی. کدامو بگم اون یکی گله میکنه. بله بسیار عالی. بسیار عالی. یک خواننده یا یک نوازنده نام ببرید که از نظر شما اوکی هست و شما فقط یک خواننده؟ اگر دوست دارید تعداد بیشتری میتونید نام ببرید. خب یه سری خواننده هستن که مورد تایید این بر نیستن. بله. و ما نمیتونیم اسمشون هم به کار ببریم. درسته. که مورد تایید بنده بله. هستن. شدیداً مورد تایید بنده هستن. مقدار زیادیشون خانم ها هستن. و البته من یه توضیح کوچیک اگه وقتی هست بله بفرمایید. یک پرانتزی باز کنم. خوانندگی خیلی جالبه از اینکه هر شخصی به اساس از اون کودکی تا به حساب سن سالی که داره و مسیر رو که طی کرده به اساس خانواده باز میایم تو سال اول خانواده‌ای که داره بیاد چیکار میکنه، همون روش رو سعی میکنه که انتقال بده. خیلی از خواننده ها خب از خانواده ها فراری شدن و سبکشون به یک جای دیگه رفت. ممکنه موفق شده باشن که هستن. بله. خیلی هاشون فراری شدن و هستن. خدا آقای استاد شجریان رو که ما مثلا عرض کردیم خودم فرمودید. آره خواهش میکنم. ایشون خب خودشون از پدرشون فکر کنم یه مقدار در زمینه خوانندگی فراری داشتن و اون بخش قاریخوانی خیلی کمک کرد به ایشون که ایشون بتونه این صوتایی که واقعا فرازمینیه بتونه داشته باشه. و آره اون بخش قاری من خودم خیلی دوست دارم. عبدالباسط و اینا خیلی برای من خواننده که شما فرمودید. بله. آره خدا آقای شجریان مرحوم پسرشون که افتخارم است. من یک ایرانیم که با افتخار میگم همایون شجریان در اینجا میخونه. درست. و از ایرانی بودنم تو این زمینه خیلی لذت میبرم. دقیقاً همینطوره. برنامه ما چون که برنامه شهروند خاص هست ما میخوایم کارهای خاص انجام بدیم استاد. من میخوام از شما خواهش بکنم اسم اون خواننده هایی رو که فکر میکنید و شما میپذیرید و میپسندید رو بیان کنید. آقای علیرضا افتخاری. بله. یکان منم. بله. و اونم که میتونم بگم. بله حتما من از شما اونم خواهش که نمیتونم بگم. بله خواهش میکنم بفرمایید. یکی خانم بیتنی هستونه. بله. یکان کره زمین هستن. بله. و ایشون که میخونه من دیگه مابقی رو معیار قرار نمیدم. درسته. چون یکان کره زمین. درست. از خب زیر مجموعهشون خمس لیندیون هست و خیلی کسای دیگه هست. نه یا مثلا خیلی هم میگن ادل هست که من اصلا وقتی ما مثلا به طور مثال ما رولز رویس داریم دیگه به BMW ما نگاه نمی‌کنیم. دقیقاً همینطوره. به این شکل. بله مرسی. من یه سری جملات در واقع کوتاه دارم که میخوام شما زحمت بکشید اینا رو تکمیل بفرمایید. وقتی شرایط برخلاف میل من است سکوت میکنم. سکوت میکنید. سکوت سرشار از راز ناگفته هاست. بزرگوار. من همیشه میخواستم درویش باشم. عزیز. وقتی بچه بودم ساکت بودم. برمیگرده به سکوت اولیتون استاد. ولی ماشاءالله با این در واقع برنامه‌های پروپیمون فکر نمی‌کنم خیلی ساکت بوده باشید. نه خب تو کارام که شلوغ بودم. بله. ولی شلوغی که توش سکوت بود. شلوغی که همش منفعت کسی و مدام منفعت بود. بله. دقیقاً همین. بزرگترین اشتباه من این بود که در ایران متولد شدم. خب اون اشتباه شما نبوده دیگه، تقدیر اینجوری بوده استاد. وقتی شانس از من رو برمیگرداند برگردان. شما هم روتون رو برمیگردونید. اگر دوباره جوان شوم تمام این بحثای منفی که الان وجود داره و برای من تو زندگی بوده سعی میکنم دیگه با فاصله بسیار زیادی از کنارشون رد شم. آفرین. بسیار کار درست و عالی میکنید. کسانی که با من کار میکنن معمولاً
افراد فوق‌العاده خوب و معنوی هستن. بسیار عالی. استاد بزرگوار رو بیشتر از این اذیت بزرگ نمی‌کنم. تا یه چای میل میکنن ما میریم سراغ قسمت دوم. بزرگ خوش آمدید به قسمت دوم برنامه. اینجا رسانه گیلسانگ هست و مهمان خاص عزیز ما که در خدمتتون هستیم. وقتی خدمت شما رسیدیم شما خواستید که به جای معرفی خودتون یه هنرجوی با استعداد و نابینا رو به جای شما معرفی کنیم. الان در خدمت ایشون هستیم، میخوایم با هم بریم و هنرهایی رو که از شما فرا گرفتن و قطعا استعدادی که خودشون داشتن هم مزیده بر علت بوده رو ببینیم، با هم بشنویم و اگر صحبتی دارید ما در خدمت شما هستیم و اگر نه بریم سراغ هنرجوهای شما ببینیم که چه میکنن. فکر کنم زمان رو کوتاه کنیم. خواهش میکنم. بریم خیلی حتما. خودتون رو معرفی میفرمایید لطفاً. من ماهلین مهدیزاده هستم. سنم باید بگیم؟ اگر دوست داری و تمایل داری. من 24 سالمه. خیلی عالی. کمتر به نظر میاد ولی. ماهلین عزیز من چرا پیانو و چرا استاتوری؟ چرا پیانو؟ راستش من 8 سالم بود که با موسیقی آشنا شدم و چرا اینکه پیانو رو انتخاب کردم دلیل اینه راستش اون موقع من خیلی حسی سازو انتخاب کردم، مثلا سازهای مختلف رو که صداشون رو شنیدم این صدا حس خیلی بهتری رو من منتقل کرد و من این سازو انتخاب خیلی عالی. و چرا استاد؟ و سوال خیلی مهم اینه چرا استاد؟ راستش اون موقعی که 8 سالم بود متوجه نبودم که با چنین استاد نازنین و خوبی آشنا شدم. یکی از بستگانمون استاد رو بهم معرفی کردن و من الان همیشه بهشون میگم که واقعا یه فرشته‌ای رو سر راه من قرار دادن. جدی میگم. همیشه هم نگران شما هستم. همیشه اصلا خیلی واسه خودم عجیبه که یه شخصی انقدر نگران باشه. یعنی تمام هم و غمشون، تمام زندگیش، حتی خانواده‌شون هم درگیر من میشن. عزیزم. چون خب بالاخره وقتی مداوم استاد به من فکر بکنن این حس تو خونه هم میره دیگه. دقیقاً همینطور. و خانواده بسیار خوبی هم دارن. خدا برای شما ایشون رو حفظ کنه، برای کل جامعه و برای خانواده‌شون. متشکرم.